داشتم تو پیسی میچرخیدم که یهو خوردم به گرونترین شانسی ایران، یعنی فانکوهای شانسی اسپایدرمن. از اونجایی که من خودم اسپایدرمن بودم خیلی دوست داشتم که داشته باشمشون، اما خیلی گرون بودم و کیف پول من مثل همیشه خالی بود. یه فکری زد بکردم، تصمیم گرفتم یه کاری کنم رفیقم اینا رو برام بخره. از سری زنگ زدم به رفیقم. وقت مافیا بازی بود. نقشه از این قرار بود که من رفیقم رو توی جایی میارم و اونجا باش مسابقه سنگ‌ها از قیچی برگزار میکنم و اون میبازه و بعد برای فانکوها رو بخره. خب آقا من میبینم که اینجا داداش بابا درست این آدم دست بده دیگه. بیا بزن صدا بده. بابا من اینجوری میکنم تا بیا داداش اینجا نمیشه، اون سرپایی باید انجام بشه. آره وایسا ببین مموتی، امروز یه مسابقه داریم. چه مسابقه‌ای؟ مسابقه سنگ‌ها از قیچی. حالا یعنی چی؟ ما مسابقه سنگ‌ها از قیچی با هم می‌ریم، هر کی که برد ببین اون یکی رو میبره توی هر چی که دلش میخواد واسش می‌خره. هر چی؟ یعنی هر چی دوست داشته باشه، هر چقدر شد، هر چی شد. اصلا ببین خداست. یعنی ببین این چیزی که دوست دارم. کجا منو تو میبری؟ دیگه حالا بریم الان سنگ کاغذ قیچیه. بیا بسم الله. سنگ کاغذ قیچیه. بله. خدایا به امید خودت خدایا. سنگ کاغذ قیچی. ای برو. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. جون حاجی کل نقشه‌ام خراب شد. وای کجا؟ باورم نمیشه. پاشو بریم. آقا من غلط کردم. اصلا من دروغ گفتم. ویدیو تموم. چی دروغ گفتن؟ نه بیا. خب من بیا توی بفرما خریدتو شروع کن. ببین من امروز اومدم بیچارت کنم. من اینجا امروز ورشکسته میشی. کم بخری داداش مناسب بگیر. سر همبرگره یادته؟ سر همبرگره یادته؟ نه یادت نیست؟ نه الان من یادت میاد. الان کامل یادت میاد. آقا من گفتم بهت همینا رو میگیریم میریم، همین فقط. داداش اینا که خب یه بخشیشه. چی؟ یه حرکت برو داداش شروع کن فعلا همینا برو. اینا چنده؟ قابلتون نه 450 دلار. 450 تومان دیگه ذره. آره دیگه همینه دیگه. یه دونه برداری. الان فشار میکنه. چی یه دونه؟ یه دونه کی باز کنه که تماشا کنه. 10 تومن از این میخوام برام. شانسی چی داری؟ شانسی این سمت اگه تشریف بیاری یه شانسی هست. زشت کارا رو نکن. چرا فشارت دارم؟ چرا فشارت؟ یه دقیقه بیا. یه دقیقه رنگتو بذار تو دوربین نشون بدم. نگاه کن. فشارش افتاده. حالش بد. من حالم خوبه. ببین یه دقیقه بیا این بر برو اون بر. اصلا تو چرا اومدی؟ با پول میگی خودم میگیرم. بردار. اینا چنده بس؟ زده 250. بله. یه 4 تا از اینا بابا یه دونه از یه 4 تا دیگه بابا میخوایم باز. چه خبره؟ یه دونه چرا فشارت داره میفته؟ 4 تا از این. 4 تا از این. بابا یه دونه از این نوایسا. اون لاک پشتین از هر کدوم یه دونه بردار میشه 4 تا. بابا لاک پشتین اینجا 4 تا. من اسپایدرمنشو فقط می‌خواستم. من فقط اسپایدرمنشو می‌خواستم. ببین اگه پسر بدی باشی میام 2 تا از اینا هم بردارم. میرم 2 تا از اینا هم بردارم. برای پسرونه چیه؟ دخترونه است اینا. فشار میکنم. من میگم هر کدوم یه دونه بردار تو از هر کدوم 10 تا برمی‌داری. خب معلومه دیگه چرا باید فشار برو بردار دیگه. فشار من بیشتر از یه مبلغی باشه من فرار میکنم. یعنی چی فرار میکنم؟ فرار میتونه فرار کنه. تو شما چه فرار میکنی؟ میدونی چیه؟ یه چیزی من بهت بگم. الان در جا میشم کارت دست من. میگم گم کردم. گم نکردی. داشتم خودم می‌آوردم گذاشتم تو جیب خودم. من فکر همه جاشو کردم. بریم حساب. چه خبره من ایتی؟ کیفم که دست توه بابا 10 تا از هر برو دیگه. تو برو من حساب. قیمتشو بپرسم. آقا این چقدر شد کلا؟ هم 10. آقا نمیخواد اینو حساب کنیم. داداش چی نمیخواد؟ نمیخواد حساب کنیم. آقا 10 کارت دست من. کارت دست من. دپ شد. خب بیاین شما حساب کنید. بابا مموتی دهن ما رو سرویس کردی. چه خبره این همه خرید خدا وکیلی؟ اینا چیه ها؟ اینا چیه؟ چه خبره این همه شانسی خریدی؟ من گفتم بخر. مگه نگفتی هر چی دلت؟ گفتم هر چی بخر. خب غلط میکنی پس از این چالش. کیسه خلیفه نیشه دی فرو میکنی بهش داداش حالا گرفتم دیگه. چه آدم بی جنبه‌ای هستی به قرآن. یه چیز دیگه بهت بگم ناراحت نمیشی؟ نه داداش. چون گفتی هر چی دلت میخواد من اینا رو واسه خودم خریدم. کارت من؟ نه کارت خودم. پس کارت تو دیگه. چه آدم دلغکی هستی. وقتی
قاطی می‌کنی میدی من اونجوری دیگه روم نشد بابا دیگه 26 داداش دهنت ببین بخورم. من اینا رو خب برداشته بودم بله. بعد تو رفتی اینا رو برداشتم گفتم میشه اینا رو ببینم برداشتم دیگه روم نشد بذارم سر جاش عجب آدمیه داداش. کارت بابا تو هم کارت دستم منو بود گیر دیگه. آوردی دیگه توش کردی دیگه دیدی کارت خودم نی دیگه الورزه بود دیگه. عجب آدم بی جنبه نمیگه یا چقدر داره نمیگه خب میگی 200 میلیون 260 26 چی ببین این ولت تو واسه من نکن لوی ویتونه. نکوب رو میزا ببین حالا چقدر شد کنیم وایتورشو به من نشون وایسا فاکتورش اول بچه‌ها نه اول من نه بذار اول بچه‌ها من. نه بچه‌ها ببینن بچه‌ها بگن بابا حالا چقدر شد دیگه این همه شانسی خریدی ببین اصلا بذار فاکتور یه دقیقه بچه‌ها ببین بگو چقدر شد بچه‌ها ببینین فاکتور به بچه‌ها بگی چقدر شد تو کامنت بگی بود دهن منو سرویس کامنت ها کردی. چی؟ الان من به چه خودت آدم نشون مسخره میدم. بی جنبه ای هستی وایسا. اصلا دیگه من واسه تو خرج گوه نگاه کن. خوردم کی نگاه کن. نخوردم ولی گوه خوردم الان مصفه میخورم داداش تو که پسته. داری پسته میخوری کارت ما رو میکنی تو 16 میلیون 300 16 میلیون آره 16 میلیون ببین. 350 بابا ولمون کن ناموسن 16 میلیون چی خب مگه نگفتی 200 میلیون پس گوه میخوری میگی 200 میلیون چقدر بی جنبه حالا چی خریدی حالا این کت یه سری چیزا دوست داشتم دوست داشتی البر در چشم کوری البر دیگه داستان چه دیگه آدم عقده‌ای یا میگه برو بریم تا 200 چی میلیون خریدی حالا داداش این صحنه رو من چی ببین خوشگله من اینو میخوام تو خاطراتم اینو میخوام بزن بزنم رو در سردر کونت. اتاق میخوام بزنم تو در دهنت به پافیوز یارو ببینه یه بدون دقیقه قیمتت وایسا بالاست خفش شو بابا اسکول بده من چی خوشگله پسر حاجی بزن اینو به دیدی؟ بچه‌ها نشون بدم بچه‌ها ببینیم میبینینش اینو چه خوش چیه اون چه خوش آها فهمیدم چیه آره این بیتی بایکسه بیا واسه بچه‌ها توضیح بدم بیا اینجاش فقط پاره شد حاجی آره اینجاش پاره جنس شد بنجل بچه این بیتی بایکسه یعنی چی فانکو بیتی بایک بیتی هوم بیتی الورز. هوم اینم هست اینم برای خودم خریدم دیگه تو داشت بچه شدی؟ داداش قشنگ بود 30 دوست داشت سالته فکر فلزی کنم اینا 3 سالته داداش اینا فلزی خب غلط میکنی منو میبری همچین جایی منو نباید ببری توی داداش من پول کودک منه پول خودت بود کودک درونم زنده است چی بچه این بیتی اینم هومه هست بذار بچه. توضیح بدم بیتی هوم خیلی خوشم. بذار بهتون نشون بدم وقتی این فانکو کوچولوها که در میاد این فانکو کوچولوهایی که اینجا میبینید این یک داداش من اینو خونه نمیدونستم چیه فقط دیدم قشنگه خریدم این یه خونه واسه اینا بذار اول اونایی که شانسی نیستن رو واسه بچه‌ها باز کنیم بله بعد یه چیز دیگه این دوتا رو هم خریدم بابا خاک دیگه تموم سر شد. نه، بچه دیگه تموم سال شد. بابا ناموسن بچه سال خودتی بچه سال تویی بابا بیا اینو بذار اونجا بی‌تربیت. بذار اونجا. بیشونی بابا تو چی خوبی که 16 میلیون کارت کشیدی داداش باکسشو داغون که اینا برای منه برای تو نیست داری باشون وایسا بچه‌ها نشون بدم بچه‌ها این بیتی بایکس‌ها خودشون تبدیل به یه دونه جعبه فانکو واقعی میشن و خیلی باحالن و ما این شانسی‌ها رو که باز کردیم میذاریم تو این خونه خیلی خوشگلن خدایی شانسیا رو میذاره تو این خونه من میبرم خونم آره ببین بریز هاوس هیچ کدومش هم بهت نمیدم ها ببین هیچ کدومش نمیدی نه، اصلا. این 16 میلیون پول غلط می‌کنی نه، ندی نه. شکایت می‌کنم ازت نه نمیدم آقا شکایت اینا رو هم بذار بهشون نشون بدم بچه‌ها اینم یه مدلشه اگر البته نمیدونم چرا فوکوس نمیکنه رو اینا این یه مدلشه اینم یه مدل دیگه‌شه که اینا فانکو پاپای کوچولوان به من کلا کوچولو دوست داری بزرگ اینم اذیت بده به بچه‌ها نشون بده بچه‌ها اینم نگاه کنین الان فوکوس قشنگ روش می‌بینید تمام چیزای دیزنیه اینم که یه پسر خسته شکسته بوده بیا اینجا کارت دارم چی بیا اینجا کارت دارم؟ بشین پس چیزای کوچیکو دوست داری ببین فقط یه چیزی بهت بگم بچه‌ها الان آرام. نمیدونن از تو اینا چی میخواد در ببین البرز من 12 تا دونه از این فانکو 12 تا فانکو 12 تا از اینا آره از اینا خریدم بابا بعد 4 تا لایک پشت نینجا خریدم بله بعد 4 تا هم سونیک برداشتم فقط گفتی من هر چی دلت میخواد اینا رو من ببین یه چیزی بهت بگم داداش اینا رو بدبختی دارم یه دقیقه گوش بده یه چیزی بهت بگم اون ولت تو ارومیز بردار که دیگه پولی توش نیست هر چی بود من زدم رفت بله کردی ببین بفرمایید
بذار موضوع رو بهت بگم. ولی خود این خوشگل بود، دوستش داشتم، خودم ذوق کردم خیلی. حالا جدا از اینکه جدا از اینکه بهت نمیدمش خیلی حال میده خود. داداش اینا ببین واقعا این ویدیو از این ویدیو بیشتر بگی. من همیشه پشتت هستم همه جوره. منم همیشه پشتتم. آره من همه جوره پشتتم. بله. ولی کلا البته تو که کوچیک دوست داری، بزرگ اذیت می‌کنه. یه دقیقه خفه شو دهنتو ببند بذار من حرفمو بزنم. ببین نگاه کن الان من خداییش دارم اینا واقعا بذار قیمتشو بگم بچه‌ها بدونن. به من 16 میلیون خورده دیگه تقریبا 20 میلیون شما روندش کنید 20 تومن دیگه داش البرز هزینه کرد واسه رفیق چند سالش بالاخره دمت هم گرم. یه بوس بده. نه بدش نمیدم داداش کنم خوشم نمیاد اصلا درد نیست بخوام بوس بدم. سیک یه تیر داشت ولش کن بقیه‌اش نمیدونم. خب آره بعد دیگه خلاصه اینا رو برو به بچه‌ها نشون بده پشت. ببین وایس دقیقه بذار چیزی از هر میتونی یه دقیقه خودت اینا رو مدلاشو نشون بده بعد فوکوس هم بکن. من فول باشم. بچه‌ها ببینید این شانسی لاک پشت نینجا. کدوم مدلی نشون میدی؟ لاک پشت آره لاک پشت نینجا. حاجی یه کاراکتر زرد پشتش داره. آره دیدمش. شبیه فری فایر بود سر همون 4 تا ازش برداشت. آقا بنازه بچه‌ها یه دونه لاک پشت نینجا خیلی خوشگل داره و شانسی بعدی شانسی سونیک که چه اسکینایی داره و فلزی انا خیلی واقعا جنس خفن. خوب مسخره شانس خفن خوشگل و این یکی از خاص‌ترین و چیزی که من می‌خواستم فونی فانکو اسپایدرمن که قرار بود یه دونه ازش بخریم مرتی که قرار بود یه دونه از اینا بخری. چی بابا آروم بزن. بابا میشه پولشو من دادم به تو چه بابا برو اونور. بیا برو سیکتیر کن آروم باشون برخورد کن. بچه‌ها بازش کنیم. اعصاب منو بشین بازش کنیم. اول من شروع می‌کنم. از لاک پشت نینجا شروع می‌کنیم. اینا هم که دیگه بچه‌ها دیدن. ولی آروم بذار جدی میشکنم. من اینو می‌خوام ببرم یادگاری نگه دارم. داداش پولشو من دادم بخوام میشکنمشون دست دادم. چون پولشو دادی تو قرار نیست بشونی اینا رو. خود تو ببینم بابا. شانسی اول. به نظر کدوم در میاد؟ من میگم وایسا. ببین حتی درستم بلد نیستی باز کن. وایسا. من میگم یکی از این لاک پشتای اصلی در میاد. یکی از این سبزا. حل. بزن ببینم. چشام من شانس چجوریه؟ من چشام من تو بوچیه. حل. ببینم. خب نباید تو دست بزنی. بذار خودم برداشت دارم. وایسا. بده وایسا. من برداشت دارم. لا اینه لاشه. اوه. این شریده تو تریدری؟ چه خوشگله پسر. بچه‌ها نگاه کنید. پسر شریدر چقدر خوشگله. میدونستی شریدر شانس در اومدنش کم بود؟ جدی چند بود؟ هیچ از هیچ. هیچی نبود. جدی داری میگی؟ هیچ از هیچ یعنی در میاد. مزه‌ای تو من بود. اینو بذارم اینجا. اینو بذار تو این خونه. نه اونجا نه. بذار جلو. چقدر سنگینه. خب بعدش منم. بعدش تویی. حاجی این خیلی سنگینه ببین. آره این یکی از این شمشیر داره. آره یکی اینه. حس میکنم این گنده. یکی این گنده است. آره. وایسا. من از تو بیشتر ذوق دارم پولشو تو. جدی میگی؟ وایسا. نایس. وای. اوه دقیقاً از خودش دیدی گفتم چه سنگینه. حاجی ولی واقعا فلزیان چقدر گنگ جنسشون. بچه‌ها این چقدر خاص و خوشگل و چقدر سنگینه. وای پسر خیلی نازه. راکستدی چه خوشگله. بریم واسه بعدی. حاجی یه چیزی بگم من خیلی دوست دارم استاد اسپلندرم یه دونه در بیاد. من میگم در میاد وایسا. این تبوچه در میاد. اینم لاغر مردنیه. بریم وایسا. 3 چشت بازه ها. بعد اشکال نداره. اون لاشه. ببین این اشکال نداره. وایسا. اینو میذارن لاش. فکر کنم مدرکشه. حاجی آره سرتیفیکیتش. وایسا چیه؟ بعد پاره بشون نیست. وایسا بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی خدا کنه یکی لاکشو شبیه. چیه؟ فری فایر. فری فایر. وایسا. بچه‌ها ما قبلا توی کاراکتر کلی فری فایر در اومد. چه خوشگله پسر. ولی کلی نیست اسمش یه چیز دیگه است. بذار ببینم اسمش چیه. چه خوشگله حاجی. نید؟ آره نید نداداش نید. خب آخرش هم من باز کنم. حاجی یه دونه لاک پشت اینجا هم در نیومد. این در میاد. وایسا دیگه این منم دیگه. منم. با هم باش. تو خدا. وایسا بازش کن. بذار خودم باز کنم. لاک پشت جدی میگم. وای مایکلانجلوه. اینو چقدر خوشگله. اینجا شکسته نه مدلشه.
چقدر وای خوشگله پسر چقدر این لایک کشتن اینجاش خوش. آخ ای کاش این نرمه. نه ما این نارنجیه بهتره بچه‌ها. وای پسر مایکل انجلو در اومد. بچه اینو نگو چقدر خوشگله ذاتم بول. حاجی من حاجی دوست داشتم دوناتلو لئوناردو در بیام بیشتر. آره دوست داشتم لئوناردو ولی خودم رافائل زیاد دوست داشتم ولی خب دوناتلو رو چون این چوب داشت من خیلی دوست داشتم در بیاد. خیلی خوشگله خیلی حاجی خوده. بریم وایسا بریم برای سونیک. بریم برای سونیک. حاجی 4 تا اینجا در آورد ولی خدایی چقدر ناد. الان قبول خوشگله. داری کوالیتیش تکنولوژی در نمیاد بذار. قبول داری کوالیتیش چقدر بالا. مموتی ببین این من احساسم میگه حس ذاتانم بهت میگه که این یکی از خفن ترین اسمیناش قراره در بیاد. ببینم من میگم خود سونیک در میاد این حاجی. خود سونیک. من اینو به بچه‌ها نشون دادی؟ یه دونه شو ببر بچه‌ها جلو ببینن. دیدن نشون دادم. الان یه دقیقه ببر. سونیک رو نشون دادم اونجا. نشون دادی. آره. میشه اینو من باز کنم؟ من وا کنم. خواهش حسم می‌کنم. میگه سونیک در میاد ولی تو بازش کن. پلیز. باش. سونیک در میاد. آره من میگم خود سونیک در میاد. بچه‌ها بریم ببینیم. برو چشاتو ببند البرز. چشاتو ببند. وایس واقعا نیفته. چشاتو بزن من درش بیارم. آها. اینم همونجوری مثل اون. وایسا. چشم آره بسته چشات بسته است. آره چشم بسته است. وای خودی حاجی عجب کوالیتی داره برگام. ببر بچه‌ها نشون بده. خوشگله چه دیتیلی داره. وای. پسر چه سفیدی البرز. بچه‌ها سونیک اون وای پسر چی؟ چیزا چه موهایی داره حاجی. چقدر حاجی خیلی خوشگله. خفن بود. وای. بعدیش تویی یا بعدیش بعدیش منم. تو برم. باز کن بیا. با این صورتیه در بیاد این داف صورتیه در بیاد خیلی خوشحال میشم. وایسا پسر این بلنده احساس میکنم اینه. این بلنده احساس میکنم یکی از ایناست. این دربیات خیلی خفنه. وای آره خیلی خوشگله. چقدر خوشگله. بریم چه جان وایسا چیه امیدوارم چیز چیه؟ خوشگل چیه؟ بشه. فقط واسه داداش داری چیه؟ در چیه؟ نازه شده. چه گوگوله. آره این دختر چیز هست پسر نارنجیه. نه پسر نیست. چرا پسره بابا؟ مایلز چی بود اسمش؟ مایلز اسمش. مایلز پاور. مایلز مگه دختر نبود؟ مایلز پسر داداش بود. مایلز مولارز داری تا نه این. مایلز مگه دختر نبود؟ مایلز پسره دادا. بابا سنجابه مایلز پسر نمی‌دونم. مایلز مولارز. بچه‌ها من یادم نگاه نیست. کنید ولی- چقدر این من خوشگله. دیدم آخه دختر بود. نگاه کن. بذار بچه‌ها بهمون بگن تو کامنت این دختر بود. این دختر بود بچه‌ها یه پسر. من میگم دختر. من میگم فمبویه. چه؟ خب بریم برای بعد. نگاه کن وای یه بله. سونیکه. بده یه دقیقه بده. اینو میخوام باز کنم این سنگین تر. آره بیلی میدونی کدومه؟ من الان حدس میزنم چون این سنگین اینجوری گندم هست. اینه. ببینم. آقا قرمز است. آره خودشه. آره، وای مزه اگه اون است. دربیا تکراری در میاد این برد In the birding is morning is نه night. برو واکن. برو. ببین. کدومه؟ خودت به خودم اون مرد است. مطمئنم مرد است. نه نه مرد است. وای خودشه. میشه اینا رو حد زد و جذب. چقدر گوگولیه. چه چاقه حاجی. بچه‌ها چقدر گوگولیه حاجی. نگاه کنید اینو چقدر خوبه. حالا یه چیزی بهت بگم. 2 تا دونه سیکرت هم داره این. بذار ببینم تو لایک پشت اینجا سیکرت نداشت نه ما سیکرت در نیومدیم. نگاه کن این 2 تا سیکرته. یه دقیقه ببر. سیکتیره؟ آره به بچه‌ها اینو نشون بده حتما وایسا. سیکرتشو. نه برام سیکرت در نشون دادم. سیکرت در نیومد. سیکرت آخه آخه نه دیگه خب سیکرته معلوم نیست چیه. آره 2 تا سونی که فکر کنم تو رنگ‌های این چند سیکرت قرمز وایسا. هست. آره راست میگی. آره ببین. برو یه دقیقه برو جاشو به بچه‌ها نشون بده اینا رو کم میاری یا. آره بچه‌ها نگاه کنی این سیکرت اگه در بیاد وارن بگ خیلی خفن میشه حاجی. بذار بازش کنی. چی حاجی؟ بازش کن ببین. به نظرت سیکرته؟ سیکتیره یا سیکتیره یا سیکرته؟ بیشتر. وایسا فکر نکنم سیکرت در بیاد. وایسا چیه؟ سیکرته حاجی. سیکرته؟ سیکرته. من فکر کردم سیکتیره. آره سیکرته. بابا ببینم. چقدر ما خوش شانسیم ولی چرا انقدر زشته؟ چه اصلا این سیکرتش ربط به خودش داره؟ اصلا بچه- نیست تو عکسای اینجا. سیکرتشه. برو به بچه‌ها نشون بده. بچه‌ها پشتش هم به نشون قرآن بده که نیست.
به قرآن ما اصلا برنامه‌ریزی شده نبود، ولی این اصلا پوشش نیست و واقعا حاجی ولی چیز خیلی خوشگلی نبود به نظرم. آره برای اینکه سیکرت، ولی سیکرت میگن سیکرت واقعا سیکتیره به نظر منم. خب وای حاجی رسیدیم به بخش چیزایی که من دوست دارم. من دیوونه‌شم داداش. ببین من عاشقشم. وای پسر این گوینه در بیا. من اصلا رد میدم الان. وایسا بریم. وایسا دقیقاً اینا رو بریزم اون. ببین این گوینه در بیاد من همینجا پا میشم زجه بغل میکنم. آقا اینا رو نشون بده بهشون. یک از 32 ببین این دوتا دیگه یک از 32 هم. آره دیگه حالا باید ببینیم شانسمون چجوریه. بچه‌ها این چیزیه که من میخوام بچه‌ها، یکی این گوینه در بیاد، یکی تو میخوای نداری. من داداش پولاش من دادم. بابا ویدیو منه. گم شو بابا این یارو این اصلا گوینه این مایز مولارز واقعا خوشگله. حاجی ببین کدومش در میاد. ببین بذار یه چیزی رو بهت بگم. الان که تو الان خوشحالی خب آره. ولی اینا در نهایت خب همش برای منه. پولش رو من دادم. خب اسکول باید بدیش به من. اصلا منو بردی خرید کنی، من اصلا اومدم واسه این ویدیو داداش یه بار تو تغییر زندگی نظر انجام بدم. گوه خوردی. نمیدم بهت. صبر تکراریاش هم میخوام با بقیه برم ترید کنم. میدونی چیکار میکنن اینا رو؟ یعنی نمیخوای تکراریش هم بدی من؟ سیگیر بابا گم شو بابا نمیدم بهت. میخوام برم با اونایی که ندارم جابجا کنم. یه سری آرشیو اینا رو دارم. ببینم چی دارم. خدا وکیلی بگو سکرته. بگو سکرته. مایز مولارزه. وای پسر یک از 32 نیست. نه یک از 8 چقدر خوشگله. ببینم مایزشو. دستت در نکنه داداش. عشق من. بده من به بچه‌ها نشون بدم. بچه‌ها نگاه کنید. وای ذات دنبال چقدر مایز مولارزش کوچولو. البرز من از بچگی خب واقعا خیلی خوش شانس بودم. میدونی چرا؟ اونا رو بزن این ور دیگه. آره بزن این ور. به من از بچگی خیلی خوش شانس این دیگه طلایه. چرا؟ ببین چرا؟ چون رفیق مثل تو باشه. اگه نتونم ازت دل بکنم. ببین چیزه ما بریم واسه باز کردن این. به نظر خودم این کله سبزه در میاد. من میگم گوین در میاد. جدی میگی؟ آره. چیه؟ تو رو خدا تکراری نباش. جون مادر. وینومه. وینوم چند؟ یک از 16. باز خوبه. توی همین لیسته. آره باز خوبه. چقدر خوشگله ونوم دختر این. برو برو به بچه‌ها نشون بده. سریع میام میخوام بقیه‌شو باز کنم. بچه این ونوم دختره. چقدر گولیه. من قیمت اینا رو بهت گفتم راستی؟ نه قیمت داداش هر کدوم 100 تومن 200 تومن نیست. چقدر مگه؟ داداش 100 تومن 200 تومن چیه اسکل؟ اون لاک پشتن نینجا بسته 250. اون چیزا هم سونیکا هم بسته 250. اینا فکر می‌کنی چند بسته ای؟ چند؟ یه حدسی نمیدونم. اون که 200 اینم از من 230 300 450,000 تومن بود. 400 تومن 500 تومن اینا رو دادی؟ همه رو میبرم بابا. گم شو. چی همه رو 450 تومن بود. بابا گم شو. فکر کنم بده یه دونه‌ش هم بدم. نوبت من. گم شو. دست من نزن. اوش بچه‌ها دارم ویدیو رو تماشا می‌کنم. حوصله جر و بحث کردن با تو رو بعدن ببین بزن. من که اینا رو نمیدم. حالا تو خوشحال کدومش؟ من میگم سکرت هاتی. من میگم سیکریه. اسکول سکرت نداره. یکی از همین یک از 32 تو رو خدا باش. ببینم. نه اینم خیلی خوبه. یک از 8 نه اصلا. ای بابا. خود دیفالت اسپایدرمن آجی. ولی تکراری نیست. برو بچه‌ها نشونش بده بیان سریع من بعدی رو حفظ کنم ببینم. بچه‌ها نگاه کنید اینو. چقدر ولی خوشگله حاجی. خداییش خیلی گوگلیه. واقعا ناموسم بچه‌ها من واقعا 12 تا بسته خدایی دیگه برداشتم که یکی از این سیکرتاش در. تو دنبال سیکرتی من دنبال گوینم. گوین کدوم اینه؟ گوین آره. مایلز هست گوین هم باشه. برو نمیدم بهت خب. بیا خونتون من تو نداری که بابا کانتنتامونو با هم می‌سازیم. بله تخته هم می‌خوام. بله با هم می‌خوام کنار هم. وایسا بذار من در بیارم. نه من خودم دیگه. باشه بذار هر کی شانس در بیار. کیه؟ وای تکراریه. وای دهنه تو جدی؟ وای نه آره ولی نگاه کن این مشکی اینجاش این آبی اینجاش. کجاش؟ آره اینا. 1 از 8 3 از 32. من الان 32. من الان اینو در آوردم. تو اینو در آوردی.
بیا. نه گو خوردی تو الان گفتی 1 از 8 دیگه. 332 رو من در آوردم اینجاش گفتی آره مشیه. 332 رو تو در آوردی. 332 بچه‌ها نگاه کنید. گفتم شانسم از تو بهتره هرچی. بچه‌ها نگاه کنید. میدونی چرا؟ آبیه یکی خودشه میدونی چرا شانسم از تو بهتره؟ چرا؟ اگه گفتی چون رفیقی مثل نه شان به خاطر اینکه من رفیق مثل تو دارم ولی تو رفیق مثل خودت نداری. اگه نتونم ازت دل بکنم قبلی من باز همین تو بود. چی در میاد؟ آقای گوینه در بیاد دیگه حاجی. حاجی واقعا استرس دارم سر این. آره دوست دارم حاجی، خدایی یه دونه سیکرت در بیاد حتما. خدایی سیکرت در نیاد من بسم الله. سیکتیر اینا رو میزنم دیگه نمیخوام. بازم آره حاجی. وای 332 تکرار. بچه‌ها تکراری دارم. حیف. اشکال نداره. دیگه پولام داره نگاه کن 3 تا یه ببین حالا شکله. پولات مهم نیست تکراری در نیاد. چقدر شما فیلم بعد حاجی هم خود واکن. حداقل یه دونه تکراری دیگه خود در نیاد. واکن. برو بسم الله. فکر سیکتیر. برو چی؟ وای یکی از شما خوبه بابا خیلی خوشگله این خداییش. وای پسر نصفش پیتره نصفش پارکر. بچه ها نگاه کنید نزاتان داندان حاجی خیلی مولی چه گوگولیه پیتر پارکر زاتاندانه جون خیلی خوشگله فشار چی حاجی دارم حاجی میرفتم. خیلی خوشی بده من چند تا بسته مونده؟ 1 2 4 3 تا. 4 5 6 5 تا نه دیگه 6 تا الان با این باز کنیم میشه 5 خدای باید بمونده اونجا خود من. یه دونه‌ش حداقل نایاب باشه کمیاب باشه فیکتیر وی ننم وای فیکتیر نیست ولی جوهان جامسونه حاجی یارو زنگ میزنه به دقت اسپایدرمن کردین این کس میگه 332 هم در نیومدن حاجی ببین من حالا پولای تو که به درک ولی من اصلا ناراحت شدم. نه یعنی چیزه ببخشید بچه‌ها دیدید ذات واقعی آدما بعد از اسکو ذات واقعی رفیق خیلی هم ذات خوبیه بچه‌ها من نگاه ذات کنید این خوبی خیلی دارم من خوشگله. ذاتم خدایا گوین در وایسا، بیاد یه دقیقه وایسا. خدایا گوین در نه بیاد. میخوام اینو شانسی بدم دیگه برو دعا کردیم بیفایده بود الان سر اینا بیفایده است برو، 1 برو. 2 3 4 5 6 7 8 چرا اینجوری شما 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 از همون دهه شروع کردی همون شد برو وای بو توی میده چی شد فیشتیره نه سیکتیر نیست همونی که تو دوست داری ببینم گوینه پشمون چقدر خوشگله بچه‌ها گوینه نگاه کنید وای پسر چه خوشگله حاجی وای خیلی خوشگله پسر اینا رو من میذارم تو اتاق خودم خب بعد میبینی دیگه آره. داداش بسم الله الرحمن الرحیم بهت نمیدم یعنی ببری در کار. مرسی داداش فهمیدم عشق من بله، دست در. فولا. تو رو وایسا، خدا وایسا. سیکتیر باشه جون داداش بابا وای، البرز تو چقدرم باز نکن البرز چقدرم عالی تو باز درآمد. نکن البرز من حالم داره بد میشه حاجی 3 تا مونده کلا تو این 3 تا در نهایت به فنا رفتیم حاجی وای بچه‌ها تکراری در اومد چه تکراری وای 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 پسر حاجی نباید تکراری در بیاد من حاجی، تکراری نه. دوست ندارم برو هم مموتی برو خداوندا داداش 10-20 میکنی میاد سر اولیش وای برو وای چیه وای تکراریه بازم آره نه آره مایز سکیوریه حاجی من بچه‌ها، احساس مایز می‌کنم مایز بقیه اونایی که اونجا بود ولی تکراری نمایی کاش خودم برداشتم وای این حاج خانم خیلی نداشت برای ما حاجی چقدر ناراحت شدم بچه‌ها تکراری مایز مرده اشکال نداره 2 تا دونه میذاریم مونده تو کلا. خونه‌شون 2 تا این دونه. تکراری ها رو بچه‌ها میذارم با هم دیگه من نمیخواد بذاری رو اما بذار پایین باشم فعلا میریزن الان چقدر زیادن انگار 12 تا بیشتر نمیشه منم اینم باز کنم نه الان ما نکن وای پسر دیگه خیلی بد شانس بچه دوباره مایز مرده در من بلوزو چقدر بد تکراری دارم بودی خاک بر سر پولای من همه رو به واد دادی همش هم تکراری در اومد
کثافت عوضی. این آخریشه. این اگر تکراری در بیاد باید بریم بازم برای من بخریم. گم شو بابا. باید بری بازم برای من بخریم. چیز عزیز دلم. وایسا. چیه؟ آخریشه. چیه؟ سبز است. خیلی خوشگله. 3 از 32 ولی حاجی یه هیچی 1 از 32 در نیومد برام. حاجی حالم بده. چرا آخه واقعا اینجوری شد؟ چند تا الان تکراریه واقعا. برو این سبزه رو به بچه‌ها نشون بده ولی اینا رو بیا تکراری رو بشمار. حاجی وای. بچه‌ها ببینید چقدر خوشگله. خیلی کوکولیه. واقعا قشنگه. مموتی شکست خوردیم. ببین تکراری ها رو میگیرم دستم ناکن. با این ستا یعنی خود این میشه 1,200 میشه 1,200. بعد اینه فقط یه دونه رنگشون با هم فرق میکنه که یعنی تکراری واسه حساب میاد به نظر من. و اونجوری میزنی رو هم که میشکنه که داداش. همش اینا تکراریه؟ همش؟ ببینم. حاجی وای. این تکراری نیست. حالا اینو ما میزنیم. وای. 3 تا مایل زرمت رو میتونی بدی به من ببرم. 3 تا مایل زرمت. بله. ببینم اونا رو. بفرم. واو. داداش بذاریم تو خونه‌شون به نظرم. وای. کاری به کارشون نداشته باشیم. حالم بده ببین. حاجی ولش کن. بیا بگیر اصلا. حاجی چقدر بچه خدای ویدیو لایک کنید. ما ضرر خیلی سنگین این زد به من. اسکول من بابت پول تو ناراحت نیستم. من بابت اینکه خاک تکراری بر سر درآمد من. ناراحتم. پس خاک بر سر من. خودت جمع کن اینا رو بیار اصلا تکراری درآمد من حالم حاجی بده. واقعا حالم بچه‌ها این ویدیو حالم لایک بده. کنید. من دیگه نمیکشم حاجی. بچه‌ها کامنت بده عاشقتونم.